پرزیدنت قرقیزستان صادر جابروف که هنوز 1 سپتامبر سال 2022 برابر کمیته دولتی امنیت ملی این جمهوری جنرال لیتنانت قمچیبک توشیف اولترین رتبه دولتی قهرمان قرقیزستان داده بود. تازه اکنون با گذشت 8 ماه دلیل‌های به این عنوان اولی سرفراز گردانیدن این دوست نزدیکش را شرح داد. در تاجیکستان بسیاری‌ها نسبت به قمچیبک توشیف نظر منفی دارند و بر اینند که بعد رسیدن او به مقام رئیس امنیت قرقیزستان زدخوردهای خونین در مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان شدت و دامنه بیشتر پیدا کردند. جابروف روز 12 ماه سال 2023 در صحبت با نامزدها به وکیل از حوزه لنین گفت: من توشیف را محض برای برگردانیدن زمین‌های قرقیزستان از زیر دست ازبکستان به عنوان قهرمان قرقیزستان سرفراز گردانیدم. میدانم بسیاری‌ها اون زمان گفته بودند که پرزیدنت شناسبازی نموده رفیق خود را به این عنوان اولی سرفراز نمود، ولی این طور نیست. انتظار شوید، وقت همه چیز را نشان می‌دهد. بنا به گفته رئیس جمهور قرقیزستان سردار کمیته امنیت ملی توشیف در طول 1.5 سال شب و روز محنت نموده چندین مرتبه به تاشکند سفر کرده با منصبداران ازبک بحث‌های تیز و تند انجام داده است. حتی به گفته او کار تا به جای رسید که جانب‌ها به سوی همدیگر بسته‌های حجت‌ها را پرتافته از الفاظ قبیح نیز استفاده نمودند. محض برای همین خدمتش برگردانیدن 19 هکتار زمین قرقیزستان در منطقه غواسای که سال 1956 اتحاد شوروی به ازبکستان داد. من به قمچیبک توشیف عنوان قهرمان دادم تا که خدمت‌هایش در تاریخ نقش ببندند، افزود رهبر قرقیزستان. اما مخالفین توشیف و جابروف را به خیانت به وطن متهم می‌کنند و می‌گویند که زمین‌های قرقیزستان را به ازبکستان دادند. ماه سپتامبر سال 2022 در فرمان دادن عنوان قهرمان به توشیف گفته میشد که توشیف صلح را بین دو خلق پیدا نموده از جنگ و خونریزی‌ها پیشگیری نمود. همچنین صادر جابروف آن زمان گفته بود که رهبر کمیته امنیت ملی در حالی که کشور در آستانه به پارچه‌ها تقسیم شدنی بود مردانگی نشان داده یک پارچگی قرقیزستان را حفظ نمود. ولی پرزیدنت قرقیزستان شرح نداد که کدام خطر آن زمان وجود داشت که میخواست قرقیزستان را به پارچه‌ها تقسیم کند. باید یادآور شد که در آخر سال 2022 رهبران قرقیزستان و ازبکستان با امضای سندها مرز میان دو کشور را پر تعیین و علامتگذاری نمودند. ولی آن زمان این سند هم در قرقیزستان و هم در ازبکستان ناراضگی جامعه را به بار آورد. لازم به ذکر است که همگی 2 هفته بعد دادن عنوان قهرمان قرقیزستان به توشیف از 14 تا 18 سپتامبر سال 2022 در مرز قرقیزستان با تاجیکستان زدخوردهای سنگینی رخ داد که در جریان آن هر دو طرف 10 کس کشته شدند. توشیف در شروع این مناقشه تاجیکستان را گناهکار کرد. در تاجیکستان انگشت اتهام به سوی توشیف بلند میکنند و او را سببگار ناآرامی‌های سالهای آخر در مرز دو کشور میشمارند. توشیف دوست نزدیک صابر جابروف به شمار میرود و بلافاصله بعد به قدرت رسیدن جابروف در ماه اکتبر سال 2020 در حکومت او رئیس کمیته امنیت ملی تعیین شد.